امروزها در سرتاسر کشورمان آزمون جمهوریوی کتابخوانی بهترین تحت عنوان فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار شده ایستاده است. جنبش دوره اول آزمون در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 100 ناحیه شاه منصور برگزار گردید. در دوره مکتبی 48 نفر اشتراک نمودند و سوال و جواب میانی آنها معلوم گشت که خوانندگان همه با تیاری جدی حاضر شدند. باعث خوشنودی است که در آزمون خوانندگان صنف‌های ابتدایی نیز خیلی فعالانه شرکت نمودند. من اماما و حلیمه خواننده صنف دوی و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 100 خواهرکم. گولی انار نغمه تار بوی بهار خواهرکم. الله شب خنده لب خانه گب خواهرکم. مرغ سحر شیر و شکر رنگی پسر خواهرکم. حلقه بمو لاله برو غنچه ببو خواهرکم. چمن چمن گولی سمن جانکی من خواهرکم. دسته به دست بره مست جوی بشست خواهرکم. نوپر و بال دانه خال کانی سوال خواهرکم. گولی انار نغمه تار بوی بهار خواهرکم. من خواننده صنف دوی ا خالق مهدی. روزی عید مادران چرا بارجی باران، ایام عید نوروز باریدی سه شب و روز، بس اکنون جگر نبار بارانگری شد بسیار. نه نه بیمان که بارم من کاری به حد دارم، بارم تا در کوهساران روید رواج و تاران، زنبروغ شود قطار در کناری بیش هزار، لاله که روید ببام کاری من شود تمام. من خواننده صنف دوی ای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 100 سیدالله و مریم اشتراکچی فروغ صبح دانایی از روی نامیناسیون اشعار بچگانه شرکت می‌ورزم. سرود صداقت. ایا تاجیکستانی آزادی من، امیدی دل و خاطری شادی من، چو فرزندی تو حاضرم بر دفاع، به حفظ تو جان را نمایم فدا. وطن باعثی افتخارم تویی، وطن منبع اعتبارم تویی، وطن تار و پودی وجودم تویی، وطن قبلگاهی سجودم تویی. منم وارثی رستمی داستان، چو واسه رمزآوری پهلوان، چو سربازی تیمور ملیکی زمان، نیابد ز من دشمنی تو امان. ز ختلان و رشت و بدخشانی تو، خوجند استرافشان زرافشانی تو، حصار چو باغی گلافشانی تو، شدم متحد راد مردانی تو. با پاکی آبی زلالت قسم، با خاک و آب و جلالت قسم. ز کوهسار و وادی همه تاجیکیم، همه از دل و جان به تو صادقیم. من امام ویسمن خواننده صنف ای مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 100 ناحیه شاه منصوری شهر دوشنبه می باشم. از مورد حکیم‌آوا. در شاخ درخت بستم الوانچک، دیگر نگوید مرا ترسونچک. الوانچکی من مرا شکفته بلند میبرد، الوانچکی من پر و پر و پر مرا به آسمان بر و بر و بر. من عثمان و نازیه خواننده صنف 6 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 100 ناحیه شاه منصور می باشم. اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نامیناسیون خواندن و اذیاد کردن آثار بچگانه و افسانه های خلق تاجیک می باشم. شعر خلیفه بابا جمعه زاده. وطن. وطن هر لحظه یار و یاوری ماست، وطن خواهر وطن چون دادری ماست. من خواننده صنف 6 ب مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 100 ناحیه شاه منصور مریم خیری می باشم. در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب از شرکت ورزیده ایستادم. از روی نامیناسیون خواندن و اذیاد کردن اشعار بچگانه و افسانه های خلق تاجیک. افسانه ماه و مرد ابله. بود نبود یک مرد ابله بود. روز وی برای چاه برای آبگیری می رود. ناگاه رفته ایستاده است که در آب صورت ماه را می بیند. ماه به خیالش در درون آب ایستاده است. صورتش را در آب می بیند و می گوید
آه خدا، ماه در درون آب افتاده است، یعنی چاه. ماه را خلاص کردن لازم. بعد وی ستیل را گرفته از چاه آب را میبرارد. آب را برآوردن می شود که همقدر می برارد اما وی نمی تواند. بعد می ایستد و خود به خود فکر می کند که این ماه نه در درون آب بلکه عکسش در درون آب عکس یافته شده است. من خواننده صنف 6B مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 109 شاه منصور سیمودین و نازنین در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نامیناسیون خواندن و ایجاد کردن اشعار بچگانه و افسانه های خلق تاجیک اشتراک ورزیده ایستادم. وطن در سینه ام با این بزرگی به مانند دل مأوا گرفته است که گویا چون رگ خون از دل من به صحرا راه نو دریا گرفته است. صفی امواج همچون سطر شعرش شود انشا بر روی دفتر دل. ستاده راست گویا کوهسارش به مثل پاسبان بر در دل. درون سینه من خفته گویا همه سربازهای جان سپرده، اگرچه خفته آنها در دل خاک ولیکن یادشان از دل نمرده. درون سینه من بیش از آر است، درون سینه من کوه و صحراست، درون سینه من کوهسار است، درون سینه من نیم دنیاست. وطن در سینه ام با این بزرگی به مانند دل مأوا گرفته است که گویا چون رگ خون از دل من به صحرا راه نو دریا گرفته است. من خواننده صنف 8B مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 109 شاه منصور شهر دوشنبه بی‌بی‌سارای شهرت اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. در نامیناسیون خواندن و ایجاد کردن آثار ادیبان کلاسیکی تاجیک اشتراک ورزیده ایستادم. غزل از فریدون مشیری. کوچه. بی تو مهتاب شب باز از آن کوچه گذشتم، همتن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، بودم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطره خندید، عطر صد خاطره پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پر گشادیم و در آن خلوت دل خواسته گشتیم. تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت. آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام، خوشه ماه فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب. یادم آمد تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه چند بر این آب نظر کن. آب آینه عشق گذران است، تو که امروز نگهت به نگاه نگران است. باش فردا که دلت با دیگران است، تا فراموش کنی چند از این شهر سفر کن. به تو گفتم حذر از عشق ندارم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم. روز اول که دل من به تمنای تو پر زد، چو کبوتر لب بامی تو نشستم. تو به من سنگ زدی من نگذشتم نرمیدم. یادم آمد تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه چند بر این آب نظر کن. آب آینه عشق گذران است، تو که امروز نگهت به نگاه نگران است. من خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 100 الچیبکова وسیله از روی خواندن و ایجاد کردن ادیبان کلاسیک تاجیک شرکت ورزیده ایستادم. غزل از بدرالدین هلالی. صد جان فدای دوست. برخیز تا نهیم سر خود به پای دوست، جان را فدا کنیم که صد جان فدای دوست. در دوستی ملاحظه مرگ و زیست نیست، دشمن به از کسی که نمیرد به جای دوست. حاشا که غیر دوست کند جا به چشم من،
دیدن نمیتوان دیگری را به جای دوست. از دوست هر جفا که رسد جای منت است، زیرا که نیست هیچ وفا چون جفای دوست. با دوست آشنا شده بیگانه ام ز خلق، تا آشنای من نبود آشنای دوست. بر خلقه سگان درش می روند که باز، احباب سر زند به گرد سرای دوست. دستی دعا کشاده هلالی به حضرتت، یعنی که نیست، یعنی مرا به دست نیست جز دعای دوست. من خواننده صنف 6 ای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 100 ناحیه شاه منصور بدرالدین و مهینه اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. معرف شعر لایق شرعلی. نام شعر به ماندرم. با کنج صندلی بنشسته شبها مادر پیرم، تو شاید جامعه دامادی می دوخته به سرنیت، که روز توی دیده بر قد من بشکنی ارمان، ببینی تا برنگ نو به حسن نوجوانیت، با آن دستان لرزان شرفمندت بمیرم من، نیابد چشم کمبینت به جستن چشم سوزن را، بلرزد دست پر اعجاز تو در قبضه پیری، ولیکن باز می دوزی تو دسترخوان گلدوزی، که روز معرکه در بین مردم آبرو گیری. چه دنیای است دنیای امید تو، ایا مادر ایا مادر. من مقدس فتح‌الدین خواننده صنف 6 ای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 100 می باشم. من در از روی نمینت خواندن و از یاد کردن ادیبان معاصر اشتراک کرده ایستاده‌ام. شعر از ابوالقاسم لاهوتی. عاشقم عاشق برایت گر نمیدانی بدان، سوختم در آرزویت گر نمیدانی بدان، با هم از زنجیر و بند و حیله و مکر رقیب، خواهم آمد من به کویت گر نمیدانی بدان. مشنود بدگو سخن من سست پیمان نیستم، هستم من در جستجویت گر نمیدانی بدان. گر پس از مردن بیابی بر سر بالین من، زنده خواهم شد به بویت گر نمیدانی بدان. من خواننده صنف 6 ا از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 100 ناحیه شاه منصور طلبشاه قربانشاه. من از روی نامیناسیای خواندن و از یاد کردن اشعار ادیبان معاصر تاجیک اشتراک می‌ورزم. میرزا ترسونزاده نام شعر باشد. دختری مقدس. دختری هندی عدالت خواه شد، از بد و نیکی جهان آگاه شد، جستجو می کرد آن انصاف را، آسمانی صاف و کوهی قاف را، عالمی از شور و غوغا پاک را، روح پرور تازه و تر خاک را، دوستی را چهره های باز را، بامدادی روزی نیک آغاز را، چشم عقلی خود به عالم چون گشاد، از جفا بینی بداد آمد بداد، روی آن مثل گل پژمرده شد، در درون سینه دل افشرده شد، روز از روز آب می شد مثل موم، غم به او می کرد چون آتش هجوم، چون بدر می بست چشم انتظار،
یاد میکرد از سخنهای تگار. هر قدر زنجیر گردد تنگتر، تا وقتی کشمکش نارد دیگر. خود به خود میخواند بندی ماترم، آبی گنگه عاشق خاکسترم. من خواننده صنف 6A مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 100 میرزا و نازیه اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نامیناسیون خواندن و اجرا کردن اشعار ادیبان معاصر تاجیک اشتراک ورزیده شدم. شعر باقی رحیم‌زاده نام شعر خلق بزرگوارم. چون وحشی سرکشی خود از شوق سر کشیدم، شیپور فتح خلقم باری دیگر کشیدم. هر قطره جبینش با شعر بر کشیدم، آره باریشترین نظم دور و گوهر کشیدم. تا بخشم از برایت خلق بزرگوارم، بر چشم خاک پایت چون توتیا گذارم. قلبی زمین فشرده مردانه چاک کردی، آب و عرق زیرویت 100 بار پاک کردی. شد روزها که دیدم ترک خوراک کردی، تا پنبدانه را بیرون ز خاک کردی. زین رو تو را سرودم خلق بزرگوارم، بر چشم خاک پایت چون توتیا گذارم. هر یک نهال پخته چون طفل پروریدی، تا که نبین ندافت راحت تو هم ندیدی. باریگران مهنت بر دوش خود کشیدی. همین طریق از 48 نفر اشتراکچیان آزمون 10 نفرشون به دور شهری راه یافتند. آزمون مذکور در تمام مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی و آموزشگاه و دانشگاه‌های کشور گذرانیده می شود و بهترین ها به دور نوبتی راه خط می گیرند.